داستان از سال 1964 شروع شد. از اونجایی که سیکو اولین ساعت اتوماتیک ژاپنی رو به بازار جهانی عرضه کرد. SRPL 75 ادامه همون میراثه. به ظاهر وینتیج مخصوص دهه 60 اما با تکنولوژی امروز. زیر این ظاهر کلاسیک موتور 4 R35 سیکو با حدود 41 ساعت پاور رزرو قرار گرفته. بدنه استیل با قاب 39 میلیمتری، شیشه هارد گلیز و صفحه طلایی چند لایه دقیقاً همون حس وینتیج رو میدن. این ساعت یه نسخه دیگه اما با بند استیل هم داره با یه صفحه خیلی جذاب که تو اسلایدهای بعد براتون گذاشتم میتونید ببینید. SRPL 75 با قیمت $600 یه گزینه بسیار خوب برای استایل رسمی و هویت منحصر به فرد شماست. همین الان میتونید این ساعت جذاب رو با ضمانت اصالت و گارانتی 3 ساله سفیر زمان از طریق سایت یا دایرکت خریداری بکنید.